یه کودک 3 ساله‌ای رو چند روز پیش رو بودن بردن سمت مرزهای شرقی. الان منتظر هستیم تا ماموران اطلاع امنیت که رفتن گروگانگیران رو بگیرن و همچنین بچه رو بردارن بیارن تا دقایق دیگه میرسن. پدر رو برداشتن قبلش گروگان گرفتن، بعد دایی رو. چند روز اونجا بودی خودت؟ من 17 روز. بعد تو این قضیه ناکام موندن رفتن سراغ بچه 3 ساله، اونو برداشتن بردن. خب سلام، چطوری؟ خوبی؟ مادر دستتون درد نکنه. من میبوسم واقعا. دستتون درد نکنه. اینا توی یه دونه خونه متروکه بودن، هر 3 نفر بچه هم همونجا نگه داشتن. متاسفانه سرباند این آدم رو باید سربانده بله در کشور خودشون هم همین کارا رو انجام داده، یعنی هم سابقه ربایش داره، هم سابقه اعمال منافی افت داره و از طریق پلیس کشور خودشون هم تحت تعقیب هست. پدر رو بردی، دایی رو بردی؟ آره. بعد نوبت بچه رسید؟ بچه رو آره دیگه. چطور دلت اومد همچین کلامت؟ یه تذکرم میدیم به کسانی که ویلاهاشون و خونه هاشون میدن به این اتباع غیر مجاز. اگه اتفاقی بیفته پاشون گیره ها. داوود فتحعلی زاده، خبرگزاری پلیس.